هر کسی که هر شب ایرا فراموش نکن با یک روزه دستر بگی پیامبر خدا چی فرمود؟ هر کسی که هر شب سوره تبارک بخواند، سوره تبارک در خونت که رفتی سوره تبارک رو بخوان. تبارک فقط برای مرده ها نیست، تبارک فقط برای سر گور نیست، تبارک برای زنده هاست، ثوابش برای مرده ها است. میبری برای خودت بخونی در دنیا تبارک برای خودت بخون. تبارک اذیت میکنه به خاطر سر گور، تبارک اذیت میکنه برای فایده خودت. هر شب تبارک بخون. پیامبر خدا فرمودن هر کسی که تبارک را شب بخواند، خوب گوش کن، سوره تبارک بخواند، سوره ملک در تفسیر روح المعانی بیان میکند، روح البیان در بیان میکند که الله اکبر، یک گروه صحابه ها در قبرستان در آمدن در جنازه، یکی از صحابه ها ندانسته پاهاش در بالای گور ماند، پاهاش در بالای گور ماند. الله اکبر. برای خاطر پیغمبر خدا فرمودن که کدام یکی از شما یک گوری را پایمال بکند برای اون بهتر است که در لخچه جهنم بشیند. من شما به خاطر گوری پدرمان، به خاطر گوری مادرمان گورا را جقیده میروند، همونجا بشی دعا بکن، دعات میرسد. شرطی که هم گورا را جقیده برای ها گوری اچم است، اما این اچت هم باشد، گوری فلان حضرت هم، مایل حضرت هم باشد، گجا میدروی در همون سری ما همین در مسجد بشی بگو اللهم اغفر لی ولی والدی، خداوند میبخشش. اما گورا را جقیده رفتن این معنی نمیکند. آداب مس الله اکبر در کتاب بیان میکند آداب قبرستان این است که باید میگه پایلیش بدروی، اصلا باید پایلیش بدروی، پایلیش. لیکن مایل اگر به همون طفلیات هم که در آمدی ادب را رعایت بکن، السلام علیکم یا اهل القبور، سلام بده، السلام علیکم یا دیار المؤمنین، ای سلام برای شما پیش از ما رفتید، ان قریب ما هم به شما قریب میاییم، به شما وصل میشیم. اما به خاطر گوری پدر، به خاطر گوری مادر، به خاطر گوری فلان حضرت، فلان داملا دیگه گورا را جقیده گجا میرای. تو خیال میکنی که اگر تو آدمی که سر گوری همون نرم دعات قبول نمیشه؟ برای چی در نماز میگوی اللهم اغفر لی ولی والدی؟ برای چی میگوی اللهم اغفر لی ولی والدی؟ ولی استاد میرسد کو؟ اما این بسیار فعلی بد است. یک مسئله دوم، یک انسان وفات میکند، خصوصا در ما همین کار بسیار عجیب است، رواجی سخت یافته است، خرافاتی بسیار. مثال یک انسان وفات میکند، باقی مانده ها از قفای همون میت میروند، از قفای تابوت در قبرستان که در مدن میبینی هر کس تقسیم شید، ایش میروند، ایش اوس میروند. تو از قفای همون مرده اومده ها، باید همون مرده را کارش خلاص بکن، بس سری گوری پدرت بره. تو به توفیل همون اومدی قبرستان، اگر به توفیل همون نمیبود نمیرفتی، تو به توفیل همون تابوت رفته. 2 قیرات ثواب میگیری که وقتی که در جنازه شرکت کردی، سر گورش رفتی، خاک پرتافتی و بعد دعا کردی، اومدی تو 2 قیرات ثواب میگیری. اما اون مرده را میمونن، ایسو تقسیم میشود، اوسو تقسیم میشود. اول حق او را ادا بکن، گپی مرا درست بفهمی، خطا نفهم. خطا نفهم. من او کسی نیستم که تا پوچ خالی گپ زنم. هر یک سخن من بسند است، پوچ گپ نمیزنم. من آدمی پوچ هم نیستم که تا خالی گپ زنم یا اینکه از فکر خیالی خودم گپ زنم. کتاب است، سند است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله اکبر، در لخچه آتشین نشستن برای تو بهتر است از این که گوری برادرت رو پایمال بکنی. همون طوری که در زندگیش پاهات بگی در بالای همون برادر بمون، چه خفه می شود. همون خیلی قبر اونم همون خیلی احترام دارد، قبر استخوان اون همون خیلی احترام دارد. انا فرشته پروردگار میاد. خب فرشته پروردگار میآید، میگوید که از کجا فهمیدی که در دنیا رب تو الله هست، دین تو اسلام است، پیامبر تو محمد صلی الله علیه و سلم است؟ از کجا میدونستی؟ چی میگوید؟ قرأت کتاب الله تعالی و آمنت به و صدقت. من قرآن را خواندم، با قرآن ایمان آوردم
و آیات‌های قرآن را تصدیق کردم. من از اینجا میدونم از قرآن میاد یاد گرفتم، از قرآن. برای این خاطر الله سبحانه و تعالی قرآن را نازل کرد تا که من شما بخوانیم، من شما او را بخوانیم. چی میگوید؟ امروز به شرافت رئیس جمهور قرآن ترجمه شدگی است. قرآن ترجمه شدگی است. اگر تفسیر ندانی برای تفسیر خواندن آسان نیست. حداقل همون ترجمه ش بخوان، همون ترجمه ش حداقل بخوان که چی میگوید. قرآن ها امروز ترجمه شدگی هستند. بخوان. مؤمن چی میگوید؟ میگه که پروردگار بگه که فرشتگان خدا را میگه که قرأت کتاب الله، من قرآن را خواندم، با اون ایمان آوردم و با اون چیکار کردم؟ باور کردم. فینادی منادی، پس فریاد کننده فریاد میزند. چی میگوید؟ صدق عبدی، بنده من راست گفت. این در داخل گور است. برای مؤمن میگه که بنده من راست گفت. فافرشوا له فراش من الجنه، برای این جاگه از جنت بیاره در تی پاش بدازه. بنده من در بالای خاک خواب نروه، جاگه از جنت بیاره در تی کنه بدازه. برای کی؟ برای بنده مؤمن. چی میگه؟ و البسوه لباسا من الجنه، کفن را از تنش بیرون کنی و لباس جنتی را بیاره در تن بنده من کنید. انا وافتحوا له بابا الى الجنه، دروازه جنت را برای بنده من کشاده بکنید تا که روح این تا قیامت را از خوشبوی جنت لذت ببرد. انا یأتی من ریحها و طیبها، بوی جنت، خوشبودار جنت در شمام روح این رسیده می استد. فیفسح له فی القبره مد البصر، تا جایی که چشمش میبیند، تا جایی که جل جلاله، تا جایی که چشمش میبیند، 1 کیلومتر میبینی، 2 کیلومتر میبینی، چی قدری که میبینی 4 طرف وقتی که نگاه میکنی، چی مقداری که چشمت میبیند، همون مقدار الله میگوید که قبر ای را کشاد کنید، قبرش کشاد کنید، قبر مؤمن را کشاد کنید. و یأتیه رجل حسن الوجه طیب الریح فیقول له ابشر بالذی یسرک، بعده یک مرد زیبا، صورت نمایان زیبا نزد اون می آید، چنان زیبا، لباس زیبا، بوی خوشبودار می آید و برای اون می گوید که خوشا به حالت ای بنده خدا، خوشا به حالت، خوشا به حالت. هذا يومك الذي كنت توعد به فيقول له من انت فيقول انا عملك الصالح. می آید می گوید که خوشا به حالت ای بنده خدا، تو به این روز ایمان داشتی، بر عذاب گور ایمان داشتی، بر کشاده بودن گور ایمان داشتی، به خوشبودار بودن گور ایمان داشتی، به تنگ کردن گورم ایمان داشتی. خوشا به حالت. میگوید که تو کی هستی؟ میگه من عمل صالح تو هستم، عمل نیکی تو در دنیا، عمل صالح تو هستم. انا چی میگوید؟ فیقول ربی اقیم ساعتا حتی ارجع الى اهلی و خدمتی، میگه که پروردگار تیزتر قیامت را برپا بکن من نزد اهل بیتم برم، اهل جنت، در داخل جنت. میگه من اهل بیت ما ببینم. این برای مؤمن است. اما کافر وقتی که در داخل گور میماننش، فرشته پروردگار می آید میگه قم باذن الله، با فرمان خدا برخیز. وقتی که میخیزد همین 3 سوالی که برای مؤمن کردن برای همون کافرم داده می شود. من ربک، رب تو کی بود در دنیا؟ در دنیا تو کی را پرستش میکردی؟ پیش کی تعظیم میکردی؟ از کی میخواستی؟ دینی تو چی بود؟ و در دنیا تو پیروی کی بودی؟ پیروی محمد صلی الله علیه و سلم بودی یا اینکه پیروی یهود و نصارا بودی؟ وقتی که یهود، وقتی که غیر مسلمان ها سوال میکنن چی میگوید؟ میگوید که ها لا ادری. انا میگه میگه کافر، انا میگه میگه لا ادری نمیدانم. میگه تو نمیدانستی و نخواهی دانست، در دنیا هم نخواستی که بدانی. وقتی که 3 سوال را جواب داده نمیتواند، او را عذابش میکنن، گوری او را تنگش میکنن. عذاب گور حق است، بسیارترین عذاب گور از کجا سر میشود؟ این را بگم فراموش نکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که پیشاب خود را خوب خشک نکند، پیشاب خود را خشک نکرده ببراید، اون به عذاب گور مبتلا می شود، به عذاب گور مبتلا می شود. یکی از عذابهای گور همین است که انسان
حاجت خانه که درمد همین تا چختکی پیشاب بکند، همین تا خشوع قاق نکرده ببراید، والله در عذاب گور مبتلا می شود. دوم انسانی که خبر برک خبر بیارک است، خبر کشک است، این هم در عذاب گور والله بالله تالله اگر گرفتار می شود. الله سبحانه و تعالی ما شما را نجات بده.